سلام، چطوری؟ درباره صبحونه دیدم بچه‌ها سوال کردن کلا درباره غذا که ما چی بخوریم. از بچگی همش نون خوردیم و برنج و چای و اینا رو حذف کنیم، پس چی بخوریم؟ این سوال چی بخوریم بزرگترین دایرکت منه که چیکار کنیم، چی بخوریم. ببین خوش دیوون، نونی که من و تو میخوریم کربوهیدرات قنده، خب خیلی زود جذب میشه. دیدی صبحونه میخوری یه ساعت بعد دوباره گرسنت شدیدتر، انگار یه عمره هیچی نخوردی. به خاطر اینه که پیک انسولین میده. انسولین یه دفعه زیاد ترشح میشه، میخوری به سقف، بوم، با سر میخوری زمین، دوباره گرسنت میشه. هر یه باری که ما پیک انسولین میگیریم از تو بدنمون التهاب به وجود میاد، انگار داریم از تو میپزیم. حذف کردن نون از تو صبحونه راحت ترین کار و ارزون ترین کاریه که میتونی بکنی. یعنی تو صبحونه‌ات نون پنیر و چای شیرین اینا بوده، همه اینا رو می‌مالیدی تو نون، دیگه نمال تو نون تو حذف کن. صبحونه اینی که بهت میگم و یه بار امتحان کن. تا الان داشتی همش قند می‌خوردی، صبح بدن قند میسوزونه. قندو قطع کن، چربی بخور، بدن چربی میسوزونه. یعنی صبحونه اینا که بهت میگم بخور، اردشیره بخور، خب بدون نون، 5-6 قاشق اردشیره بخور، در کنارش میوه، خیار بخور، توت فرنگی الان اومده، سیب هست، هر میوه‌ای که میخوای، هندونه در کنار چربی مثل آجیلا، بادوم، فندق، گردو، کنجد، شادونه، چربی به اضافه میوه، بدون نون، بدون پنیر، بدون لبنیات، اینا همه سمه. صبحونه یه بار اینی که بهت میگم امتحان کن بخور. اردشیره درست کن با میوه، هر چقدر دلت خواست بخور. ساعت 6 صبح اینو بخوری به قول میدم ناهارم دیگه سیر باشی، همینجوری عشقی بخوری. خود من ماها این کارو میکردم. همین یه مدل غذا رو خود من کلا هر روز یه مدل غذا رو میخوردم، هیچی بلد نبودم. این غذایی که بهت میگم امتحان کن ببین چیه. خود من همینجوری هر روز میخوردم اینو. عدس، یه پیمانه پیاز برای هر یه نفر یه دونه، بنداز تو قابلمه، همینجوری بدون تفت دادن اینو بنداز تو قابلمه، آب بریز بذار بپزه. این فلفل قرمزام بهش اضافه کن، خوب که پخت، نمک و ادویه اینا هر چی دوست داری بزن. آخرش هم 20 دقیقه نیم ساعت آخرش هم سبزی سوپ بزن، گشنیز جعفری. هر روز من اینو میخوردم، مثلا تکراری نمیشه. ولی بازم اگه دوست داری غذا پیچیدگی خاص خودشو داشته باشه، دوست داری مثلا پخته هم بخوری، اشکالی نداره، پخته هم بخوری خیلی خوبه. سرچ کن، الان بهترین دانشگاه جهان یوتیوب، تو اینترنت سرچ کن، همه دارن غذای گیاهی یاد میدن، سالم ترین غذاها. یه مدت اینا رو بخور، آروم آروم اگه غذاتو عوض کنی خیلی بهتره. خودت میفهمی چه اتفاقی میفته، سطح انرژیت از این رو به اون رو میشه. ولی بازم این همیشگی نیست. یعنی چی؟ یعنی ما از بچگی اینا رو خوردیم، پنیر و کباب و گوشت اینا رو همه رو خوردیم. یه موقعی هوس میکنی میتونی بخوری، مثلا دلت یه موقع خاص صبحونه نون پنیر چای شیرین بخوری، بخور، مثلا ماهی یه بار، چه میدونم، بخوریش اشکالی نداره. ولی غذای اصلی، اون چیزی که تو رو شارژت میکنه، نه اینکه سیرت کنه، تو رو شارژت میکنه، چیزیه که تو شارژ داره، چیزیه که زنده است، نه مرده. یعنی سیبو نگاه کن، سیبو از درخت بکنی 5-6 روز 10 روز بیفته رو زمین، میگنده میندازیش دور، چون مرده، سیاه شده. حالا ما برعکسیم، گاوو میکشیم، یه ماه 2 ماه، یه سال 2 سالی همینجوری آویزون تازه میخوایم بخوریمش. این گندیده، هرچی کمتر توش که انرژی نیست. منظور من اینه که توش هیچ انرژی نیست، انرژی تو میگیره، انرژی تو هدر میده. 10 ساعت گوارشت فعال سر کباب خوردن یه ذره بهت انرژی بیشتر نمیده. اگه میخوای رشد کنی، اگه میخوای سطح انرژیت بیاد بالاتر، غذا تو باید عوض کنی، انرژی تو نگه داری، با مدیتیشن کردن، با ارتباط گرفتن با طبیعت، با یه سری کارهایی که کلا آموزش دادم. اگه خواستی تو پیج دیگه است، پیام بده بهت میگم شرایطش.